فقط ما ایرانی‌ها با کلاس‌ترین عروسی‌های دنیا رو داریم. میری تو این تالارهای درجه یک مخصوصا نگاه می‌کنی، همه کت شلوارا برند، همه شیک و شقارق و با شخصیت و دیسیپلین. سر میزا صحبتایی که می‌کنن همه جملات قصار بزرگان تاریخ. صحبت از معامله‌های بزرگ می‌کنن. میگه فلان برجو من ساختم. جوری با چاق و برش میزنه موضوع انگار داره جراحی میکنه لامصب. یعنی خط برش موز باید با خط اتو پیرنش توی مسیر باشه. بعد یهو مدیر تشریفات سالن میاد میگه آقایون شام. جمعیت سالن یکی از پاهاشون اتوماتیک وار از میز میزنه بیرون، استنبای آماده باش، استارت 200 متر انگاری. میگه شام آماده است بفرمایید. جمعیت سالن در کسری از ثانیه همه روی میز سلفن، جوری رو همن. اون یکی کراواتش از تو ماست یکی میکشه بیرون، اون یکی از تو آستر کت، اون یکی داره ژله میکشه بیرون، یکی هم دلار شده علای پای مردم داره رون مرغ میکشه بیرون. نگاه میکنی کوهی از غذا روی بشقابا اندازه 7 نفر کشیده، بعد 5 تا قاشق میخوره، همش اسراف. کی میشه من با کلاس چشم و دلم سیر باشه تو این مهمونیای با کلاس؟